کسکش اومده میگه ایران بهترین کشور اگه پول داشته باشی، ایران بهترین تفریح‌ها رو داره اگه پول داشته باشی. پول داشته باشی میخوای با آلودگی هوا چه گوهی بخوری؟ میخوای برقو چی کار کنی که دم به دقیقه میره؟ سم ریختن تو مواد غذاییت بیشور. معلوم نیست به بچه چی درس میدن. آموزش پرورش فاسده، شهرداریت فاسده، دادگاهت فاسده. دادگاه یک کشور فاسد باشه دیگه ببین حسابشو بکن دیگه. تو که شعور نداری، میدونم نمیفهمی چی میگم. میگه که امنیت که داری، بی شرف. میدونی 98 چند نفر بیگناه کشته شدن؟ اونایی که حتی تخم اعتراض هم نداشتن کشته شدن. یعنی از تو خیابون رد می شدن بستنش به گلوله.